شاید ما و بچیم به خاطر معاینه خون در یک شفاخانه بودیم. چرا به من خبر ندادی اردم؟ الیف، من نخواستم که تو جگرخون شوی. از کجا میفهمیدم؟ تو بگو. گفتم شاید گزارش غلط بوده باشه. اما او کسی که به ما خبر میداد، هر کسی که بود راست میگفت. قدرت واقعا میخواست که بچه ما به فرزندی بده. به خاطر که محتاج ما بود از این کار منصرف شد. عدالت الهی است. من اگه به جای تو باشم به او آدم خونه خوبان حتی برش آبم نمیتم. به خاطر گرفتن ابراهیم یک شانس برش پیدا شده. سهیلا گوش کنین، شما خیره میفهمین که ما نمیتونیم بعد از این سر او باور کنیم. نه خیر، این بار همه چیز به نفع ما است. او به ما محتاج است. دعا کنیم که خون ما به او مطابقت داشته باشه. تنها امیرای رسیدن به بچه‌م است. الیف خبر شده که طفلش به خانواده خارجی میدادیم. معلوم میشه که کدام کسی گزارش میدادن. ما به هیچ کسی چیزی نگفتیم جنرال صاحب. اما قماندان به خاطر مراقبت از ما ولکان به هتل روان کرده بود جنرال صاحب. عامر کارای سر به خود انجام میده. قماندان دینیز هم در تعقیب او است. در شفاخانه با بسیار سختی خود از دست دینیز نجات داد. حتما سنجر برش در مورد عامر گفته. او میفهمید که عامر امرای ما کار میکنه. خب حالا شما به ما چی امر دارین آقا؟ پس دینیزم متعجب میکنیم. با یک تیر دو نشان میزنیم. ام از شادخت نجات پیدا میکنیم، ام از دینیز. حاله برو یک بار امرای عامر ملاقات کن. شرکت صاف‌سودا داروهایی‌را پیشنهاد می‌کند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشاربلندی، گایمری، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید، با مانند پسریاز، سفیدشوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای صاف‌سودا به شما کمک می‌رسانند. غیر از این اگر شما مشکلات اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت صاف‌سودا مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمود کپسولا و روغنی که به صدها درد دوا دارد پیشنهاد می‌نماید. برای فربه یا خراب شدن داروهای BCA، پروتئین و گنرهای صاف‌سودا عین مدعایند. برده رساندن به همه شهرهای روسیه در مدت 3-5 ساعت. رقم‌ها برای تماس در روی اکران. صفحه ما در تیک تاک sofsavdo.tjk. اگر از نام نورانگیز فیلم مراجعت نمایید، به شما تخفیف کرده می‌شود. تو بودی؟ صبر کو چی میکنی؟ اسلحه تا پایین کو. نفر قدرت است. چی شده؟ خوب هستی؟ بچم کجاست؟ بچم کجاست؟ بلیاز خدا برم بگو در این وقت بگو بچم کجاست؟ گپ بزن خواهش میکنم، گپ بزن لطفا. نمور از جای تکان نخو، شور نخو گفتم. دستایت بالا کن. درست است اما
ما کار نکردیم. زانو بزن. گفتم زانو بزن. ما ای کار نکردیم. ما که رسیدم بودم این حالت بود. این مرده تکان نخوری. فهمیدی؟ زانو بزن. نه خودت از زمین بنداز. نگنی هر دویتان از بین میبرم. گوش کنی که حرکت نکنی. الیف بخیز. چی شده؟ دنیز در تلویزیون نشان میده. یکی از افسران شجاع ریاست امنیت امروز توسط یک حمله مسلحانه از طرف قماندان دینیز آیدین جان خود را از دست داده است. شخص مشکوک دینیز آیدین به جرم‌های اختطاف و شکنجه جنرال متقاعد قدرت کارایی نیز تحت تعقیب پلیس قرار دارد. قدرت، زندگیم از شفاخانه زنگ زدن. خونی که از الیف گرفته شده نتیجه 6 در 6 نشان داده. میفهمی بزرگترین جزایی که با آدم داده میشه چی است؟ محتاج شدن به دشمنت. به این گپا دیگه فکر نکن. مهمی است که تو دوباره صحتمند میشی جانم. بعد از او باز از هر کس که میخوای نجات پیدا کنی پیدا میکنی. با الیف زنگ بزن که به شفاخانه بیاید. درست است جانم. چیزی را که میخوایم او برم خواد داد. البته اگر بخواه که طفل خود ببینم. تشویش نکن زندگیم. خانم الیف ای بار بازم دست خالی به خانه برمیگردم. حسرت طفلش او را قسم خواد سوختان که عقل خود از دست میته. عقل خدا. من میبینم. بله؟ نتایج آزمایش معلوم شد. اهدا کننده مناسب تو هستی. عملیات همین امروز اجرا خواهد شد. در تاکسی بشی و به شفاخانه بیا. اما طفلم او را چی وقت میگیرم؟ البته که بعد از عملیات میگیریش. نه خیر، امکان نداره. اول طفل ما برم بتین، بعد از او ما به شفاخانه میایم و براتان خون میتم. منتظر خبرتان هست. قدرت تو خوب هستی؟ ژاله، ما میخوایم کم تنها باشم، درست است؟ چی شده؟ امو قسمه که آمره کشتی میخوای مرام بکشی ها؟ من وقتی که داخل خانه شدم و زخمی بود. تو خیره میفهمی نه؟ حالا برات یک چیز را میگم که تو نمیفهمی. همراهت یک توافق میکنم قدرت کارای. در مقابل زندگی بچیم زندگی خودم میخوایم بگیری. ما بی از او از بین رفتیم. هیچ چیزی بر از دست دادن ندارم. جانم فدای بچیم میکنم. طفل ما با مادرش تسلیم میکنی. بعد از او هرچی خواسته باشی من انجام میتون. خوب است. تو میگی حالا که من میرم حداقل به درد یک کار خوب بخورم ها؟ با من مشکل نیست. در مقابل طفل زندگی تو. یک ساعت بعد در پارک چنگل کوی میباشم. بچه ما اونجا روان کن. بعد از اینکه او را به مادرش تسلیم کردم خدا به شما تسلیم میکنم. فرارم نمیکنم. نامرد نیستم. گفت که میخواد تنها باشه، اما اگه دروازه رو باز نکرد اینه بشکنن و داخل شو. آقا داخل هستن. دروازه رو بشکنن. زندگیم چی شده؟ مرا به تشویش ساختی. قماندان دینیز به دیدن من آمده بود. یک پیشنهاد کرد، ما هم قبول کردم. لطفاً برام نگو که در مورد عملیات بود. نه خیر او خبرم ندارم.
با ایلیف زنگ زدین؟ بله زنگ زدم اما او میگه تا وقتی که طفل نگیره ای کار نمیکنه. یعنی چانس پیدا کردیم. پس گپ دختر قبول میکنیم. هم دینیزو هم طفلش برش میتیم. اونا با یکی دیگه خود برسن، اما تو نیست. زنده یا مرده چی فرق میکنه؟ برش بگو که 1 ساعت بعد با پارک به فهمیدی یا نه. بسیار یک صحنه دردآور خود بود. زنگ بزن که طفل آماده کنن. با ایلیف هم بگو که هرچی زودتر به محل ملاقات بیاین. دینیز هم باید ببینه که طفل به ایلیف داده میشه. ایلیف هم فکر کنه که به طفل خود رسیده. بازم مثل همیشه دستش خالی خود ماند. این یک بازی است. تنها یک شخص برنده میشه و شخص برنده ما هستم. راستش آقا، شما از ما خواسته بودین که در مورد نفرهای ما تحقیق کنیم. در بین ما جاسوس کی بوده؟ ولکان؟ او کسی است که در بین ماست. از همه چیز خبر داره ها؟ چیزایی که در مورد خود به ما گفته بود همگیش دروغ بود آقا. او یک عسکر بوده و شما او را از اردو خارج کرده بودین. یعنی که از ما انتقام میگیره ها؟ خوب است. پس او را بکشین. هر چی زودتر. اطاعت میشه آقا. بچه ها ولکان را ندیدین؟ همیال یک موتر گرفت از اینجا رفت. خدا لعنتش کنه، همراهی ما بیا. طفل ما برم میتن. به تفریگاه چنگل کویی میرم. پس به آردمم زنگ میزنم، تنها اونجا نرو. او همراه ما باشه خوب میشه ایلیف. او قدرت کارایی است، سرش نمیشه. نه تشویش نکنه. تا وقتی که طفل من نگیرم هیچ کارشان قبول نمیکنم. جواب نمیده فیلیس. حتما جالس ما جواب میتونم. بله ایلیف؟ دنیز تو کجاستی؟ من زیاد به تشویشت هستم. ایلیف قسم میخورم که ما آدم نکشتیم. میفهمم، اما دنیز تو باید تسلیم شوی. این رقم فرار کده نمیتونی. لطفاً بگو که کجاستی تا اردام بیای و تو را بگیرم. نمیشه، حال نمیشه ایلیف. چرا؟ گپ مرا گوش کن. میفهمم تو را بسیار جگر خورد ساخته، میفهمم، اما هیچ وقت از دوست داشتنت منصرف نشده. این را فراموش نکن. دنیز لطفاً بگو که کجاستی. من زیاد میترسم که تو را چیزی نشه. من تو بچه‌م از جان خود بیشتر دوست دارم. منتظر ما باش. من میایم. برای تو عدمتون که من میایم. دنیز جواب نمیده. چرا برش نگفتی که قدرت کارای طفل برات میته؟ بازو اجازه نمیداد که من برش خون بتم، اما تنها راه رسیدن به طفلم همین است. آقا همراه کسی که میخواستین گپ بزنین.
وقتش رسیده که قدرت کارای در نقطه کثیف تاریخ جای خود بگیره. به هر اندازه انسانایی را که قربانی کرده همراه همگیش باید مصاحبه شوه، گپ زده شوه. در تلویزیون ها، روزنامه ها، در همه جا دانه دانه صدای اینا پخش شوه تا فردا همگی باید چهره واقعی قدرت کارای ببینن و همگی خبر شوند. بیا آقا، به امر شما آقا سفیان آزاد شدن، آمدن میخواین شما را ببینن. رهنماییش کو. بفرمایین. بیا سفیان بیا. خواستین که همراه ما ببینین، اما با معذرت ما هم دیگر میشناسیم. بیشی یک انسانه که از زمان طفولیت از تو مراقبت میکنه، از فلاکت ها و مصیبت های روزمره دورت میسازه. بزرگی که مجده یک روز روشنه در شبای تاریک برات میته چه تو انسانه نمیشناسی. تا امروز ما از پشت پرده تو را تعقیب میکردم. بعد از دیگه با هم زیاد روبرو خواد شدیم. مرا بهتر خواد شناختی. آقا لطفاً جهالت و نافهمی مرا ببخشین. حال دیگه وقتش فرا رسیده. تا امروز زمینای را که بیل زدیم باب کودتای فبروری آبیاریشان کردیم. حال دیگه بهار ما فرا رسید. بهاری که بعد از زمستان سرد میه زیاد پربها می باشه. حال دیگه دوره تو آغاز میشه. هم توپ نزد تو از هم ویسل. کوشش کو از این فرصت به خوبی استفاده کنی و در این بهار پربها زیادترین میوه را کشت کنی. تفنگ قدیمی میتونه در وقت خطر با دردت بخوره و لیبرال هایی که عقل و منطق خود همیشه اولیت میتن همهشان دانه های کشزار خواهد شدن. از این ترکیب هیچ چیز جور شده نمیتونه. این چوکی دیگه است توست. مقام جدید تبریک باشه. لطفاً آقا، این کار چطور امکان داره؟ بیا بیشی. این چوکی از توست. تا زمانی که صاحب اصلی چوکی را فراموش نکدی از تو خواد بود. درست است؟ روزتان خوش آقا. چرا هنوزم یالا را از بدنم دور نمیکنین ها؟ چرا یالا را از بدنم دور نمیکنین؟ بسیار درد دارم، بسیار. آقای محترم، قبل از عملیات برتان دوا داده نمیتونیم. حالا که هیچ کار کرده نمیتونین پس مرا تنها بانین. بیرین برای
آه 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 بله همه چیز رو برا است ها؟ منتظر هستم آقا قدرت. قماندان حالا آمد. تا وقتی که ایلیف نامده اوش کنین طفل به اون نتین. درست است آقا. کاکا نفرات اونجا منتظر شما هستن. درست است قندولک، زنده باشی. بله بینندگان عزیز، مصاحبه ما با یکی از مهمترین اشخاصی که بعد از کودتای 28 فوریه مشکلات فراوانی را دیده ادامه داره. آقا ابراهیم، ادعا میشه وقت شما به زندان رفتین در عقب مراحل محکمه هایتان یکی از جنرالا در وقت یعنی قدرتکارای قرار داشت. یا شما در این مورد چی میگین؟ حالا دیگه همگی میفهمن که دوسیه بازجویی ما کاملا خالی بود، هیچ دلیل وجود نداشت. ما تنها به خاطر خصومت‌های شخصی و دینم در اینجا هستم. فهمیدی؟ ما در اینجا زندانی نیستیم. به این حالت تنها میتونیم بگوییم که ما در اینجا اسیر هستیم. وطن ما، ملت ما در حال سپری کردن بسیار یک زمان سخت قرار داره. در این زمان مردم به اشکال غیر قانونی و غیر حقوقی به خاطر عقایدشان محکمه شدن، از کارهایشان اخراج شدن، ظلمای زیاده را دیدن. در قسمت ما مدرسه یوسف پیامبر نوشته شده بود بچیم. ما هم با خوشی ازش استقبال کردیم. قسمی که دیدین در مکتب یوسف به تعلیم شروع کردیم. هنوزم این وضعیت ادامه داره. بسیار خوب. در آخر کدام گفتنی ندارین آقا ابراهیم؟ این بسیار یک پیشرفت خوبی است که انسانهایی مثل قدرتکارای صاحب اختیار نیستن و این بسیار جای خوشی است. اما ما بسیار به تشویش هستم که در این اواخر کسایی که صاحب اختیار هستن بازم به اشکال مختلف کوشش خواد کردن که بالای مردم ظلم کنن و با اونا دامای جدید بانن. شناختن و مجادله کردن همراه یک شخص بسیار آسان است، اما با کسایی که ظاهرشان یک قسم است و باطنشان دیگر قسم مجادله کردن بسیار مشکل است. بسیار قدرتکارای نه ذهن و نه گپ دل خود پنهان میکرد. من میترسم کسایی که او را صاحب قدرت ساخته بودن او بیچاره را به یک گوشه انداختن. خدا کنه که به جای او کس را نیارن که ظاهر و باطنش با هم فرق کنن. این موضوع مرا بسیار به تشویش ساخته. بعد از کودتای سرد همگی منتظر یک بهار گرم و خوشایند است. فعلا امکان داره در بیرون یک هوای بهاری باشه، اما من شخصا بسیار میترسم که مردم در تمام کشور شاید به خاطر رسیدن به یک بهار گرم مجبور شوند که یک زمستان و خزان سرد دیگر را پشت سر بگذارن. بهار دروغین مثل سایر چیزهای دروغین مرا بسیار نگران میسازه. اگه در بهار ژاله بباره شاخه ها مشکنن، اما اگه گلا بروین بازو وقتی زمانه که با ظلم سپری شد به شمول 28 فوریه شاید به یک زمان خوب مبدل شود. تو تا جایی که میتونی گپ زده برو. تا زمانی که قدرت و زور در اختیار ما باشه مردم بالای تو یک آدم عادی نه بلکه بالای ما یک رهبر قدرتمند اعتماد خود کرد. ببینم که ارزش تو چقدر خود بود. سلام سارنوال صاحب، ما میخواهیم که ابراهیم مویگون توسط اجازه نامه خاص به 2 ساعت از زندان خارج شود. قدرت چی سارنوال صاحب؟ قدرت مدرت نیست. آقای مقتدر به شما خبر نداده؟
حالا دیگه دوره قدرت کارای تمام شده. دوره حکومت سفیان ولی زاده شروع شده. خدایا لطفاً خدا کنه یان بازی نباشه. کاش که منتظر اردام می بودیم. حالا زود شو بیا. مادرشم حالا آمد. حالا بریم این کار تمام میکن. بیا. توران وکلان چالش به دیدنتان آمدن. بیارش داخل. توران وکلان چالش جنرال صاحب. خودت خواستی که در مورد قدرت کارای همراه ما گپ بزنی؟ در اصل ما پلان داشتم که چند روز قبل همراه شما ببینم، اما زندگی قماندان دینیز و بچهش مورد بحث است. ای گپار از کجا میفهمی ولکن؟ 3 سال پیش از طرف قدرت کارای از اردو اخراج شدم. 6 ماه میشه که همراه او کار میکنم. مطمئن هستم که کارت یک دلیل منطقی داره. اگر بخواین که دشمن شکست بتین، باید همون قسم زندگی کنین و از همه چیزش آگاه شوین. این گپ شما به ما گفته بودین، ما هم همه قسم کردم. تمام چیزایی که در مورد قدرت کارای میفهمم به شما میگم. همچنان من اسناد زیاده در دست دارم که به حیث خائن ملی ثابت میسازم، اما قبل از این باید زندگی قماندان دینیز نجات بدیم. ابراهیم بچه گلم، او را نمیاره. حتما او آدم باز کدام نقشه داره. ایلی او آدم دا به سر مرگ است. این کار شوخی نیست جانم. اگر میخواه که خوب شما مجبور است که ابراهیمو بیاره. بچه بچه گلم، به اسم کمرای قدرت کارای گپ زده بودم. ما اول طفله با مادرش تسلیم میکنم، بعد از او خدا به شما. بیا از مادرش هم اینجاست. یه لیفت اینجا چی میکنه؟ آقا قدرت نخواست که شما زیاد پریشان شوید. شما طفله با ما بتین، ما به او تسلیمش میکنیم. من میبرم با مادرش میتون. اگه میخوای زیاد چانست امتحان نکن، با آن که در پیش چشم طفله به او تسلیم کنه. در مورد محل ملاقاتش مطمئن هستی؟ بله آقا، مطمئن هستم. کوشش که از رای بیروبار نری. کم سرعت هم بگی. خلاص شد بچیم، همه چیز خلاص شد. دیگه هیچ کسی تو را ناراحت نمیسازه. هیچ کسی مادرت ناراحت نمیسازه. هیچ کسی تو را از ما جدا نمیتونه. یک روز تو و مادرت در کار کردین که به خاطر شما هر کار کردیم. بچه قندم، بچه مقبولم، بچه شیرینیم. بچه های ابراهیمه، فیلی بچه ابراهیمه جانم، آی جانم بچه، آی بچه مقبولم. از یاد پشت دق شده بودم، بسیار زیاد دق شده بودم جانم. تو را بسیار دوست دارم. خدا را شکر. وعده ای که کرده بودم به او وفا کردم.
بچه ما به تو رساندم الیف. بچه بچه قندم، آی جانم، تو را بسیار زیاد دوست دارم. از این کار خود هیچ وقت پشیمان نمیشم. مطمئن هستم که او را بسیار خوب کلان خواهد کردیم. هر دویتان به خدا میسپارم. آی جانم. خانم الیف بفرمایین، شما را در این موتر به شفاخانه میرسانیم. امکان ندارم. اول من بچه ما به خانه میبرم، بعد از او خودم به شفاخانه میایم. گپ گوش کن، در این موتر سوار شو. خوش آمدین استاد. ما منتظر شما بودم، بفرمایید. چی گپ بود که مرای قسم به عجله از زندان به اینجا آوردین؟ بله استاد. متوجه هستی؟ در اصل ما و شما چقدر با هم شباهت داریم؟ هر دوی ما 28 فوریه را به بسیار مشکل سپری کردیم. دختر ما مثل دختر تو به خاطر که سرش چادر بود از دانشگاه بیرون انداخته می شد. ما هم به خاطر مجادله در اسلام در زندان انداخته شدم استاد ابراهیم. دخترتان الیف به خاطر مفکوره های ضد اینا مجبور نشد که از شوهر خود جدا شد و بگوین استاد. و غیره و غیره. حالا دیگه زمانش رسیده که کارا را متوقف بسازیم. با ما یک فرصت جدید مهیا شده. بیا که دیره با هم یک جا حرکت کنیم. تمام انسانهایی که مشناسی و امرایشون ارتباط داری هم سفر ما بساز. بعد از او دی دوره مشکل وکیل ما شو. یک وکیل قاطع و رستگار مثل تو پیدا نمیشه. ما او دوستایم، فقط در راه خداوند خدمت میکنیم. مثل که گپای من نفهمیدی استاد. یک آینده جدید منتظر ماست. مردم از ما توقعات زیاده دارن. ما بسیار واضح دیدم میتونم که تو میتونی یکی از معمارای آینده روشن مردم باشی. مردم از این فشار و دوران سخت نجات خود دادیم. گفته هایت بسیار به نظرم خوب است بیادر. تو یک آدم درویه و بیچاره هستی. گفته های تو کارهایت با هم در تضاد هستن. انسان ها را فریب میتی، خودت به جهنم هیزم جمع میکنی برات. استاد ما به تو وعده آزادی میتم. ما برات میگم از اینجا به زندانه به خانه تفته میتونی استاد ابراهیم. و ایده مقابل چیزایی که برات میتم هیچ حساب نمیشه. ما برات اتاقای پر از پول وعده میکنم. با تو و دخترت یک آینده ثروتمند. کسی که همه چیز به ما میته و از ما میگیره خداوند است. در روی زمین با خواست او همه چیز یا هست میشه یا که نیست میشه. از این که از تو یک دانه گندم واره چیز بگیرم بهتر است که در او زندان سرد گشنه و تشنه بالای او سنگ با ایمان و شرفم زندگی کنم. کار انجام دادین؟ انجام شد آقا قدرت. طفل به مادرش تسلیم کردیم. حالا به شفاخانه میایم. خوب است. ما آماده هستیم، منتظر مادر بچه‌اش هستیم.
کجا میریم؟ با یک جای آرام. فکر طبیعی چی میکنی؟ با بسیار آرامی پایین شوین. پایین شوین. حالا زود کنین. تو امیال باید به عملیات خانه بری الیف. درست است. شما به وعدتان عمل کردین، اما هم عمل میکنم. فلیز، بچه این به تو امانت باشه. تو هیچ تشویش نکن جانم. از او مثل چشمای مراقبت میکنم. ابراهیمم، ما زود پس میایم جانم. بعد از این هرگز جدا نمیشیم. اگر تورن ولکان خبر نمیداد حال تو را به کشتن میبردن. جنرال صاحب شما خو مرا نجات دادین، اما الیف و طفلم چی میشه؟ اگه قدرتکارای خبر شوه که ما فرار کردیم، بچه ما پس میگیره و با الیف ضرر خود رسان. به الیف ضرر نمیرسانه، چرا که زندگی او به او وابسته است. چطور یعنی؟ قدرت سرطان داره. درست است، اما اگه به الیف چه ارتباط داره؟ انتقال مغزی را انجام میتن. خون الیف به او مطابقت داره. یعنی که از اون خاطر او پیشنهاد ما قبول کرد، از اون خاطر بچه ما به الیف تسلیم کرد، در مقابلش هم زندگی الیف میخواه. قدرتکارای زیاد توافقات انجام میده، اما با قوانینش عمل نمیکنه. جنرال صاحب، ما باید به شفاخانه برم، باید دیگه پا به الیف بگویم، باید الیف نجات بتم. راستش بعد از عملیات میتونم زود از اینجا برایم، به خاطر که من یک طفل بسیار خرد دارم. تشویش نکنین، بعد از 1-2 ساعت استراحت شما خوب میشین. زنده باش. تو پشت خانه دخ شدی؟ به خانه حتما میریم قندولک. خواد رفتیم. خانم و طفلت بگی قماندان، در مورد قدرتکارای تشویش نکو. ناز تورن ولکان علی قدرتکارای بسیار اسنادای مهم وجود داره. وقتی که اونا را بگیریم کار قدرت دیگه تمام است. زنده باشیم جنرال صاحب، زنده باشیم. متوجه خود باش. استاد شو، شناسنامه‌تان نشان بده. استاد شو تکان نخور. ببینین
من باید امروی خانمم گپ بزنم. بانن که امروی خانم خود بر آخرین بار گپ بزنم، باز وقت خدا به شما تسلیم میکنم. این گپا را تمامش در مرکز پلیس بگو. تو را به جرم قتل عامر مجید دستگیر ببینین میکنم. شما اشتباه میکنین. صبر کنین. این کار نکنین. ولی از خدا این کار نکنین. من باید خانم ببینم لطفاً. باید خانم خدا ببینم. بانن که خانم ببینم احمقا. الهی بکنین. بچه مقبولم. مادر زود پیشت میایه انشالله. بعد از این هرگز از هم جدا نمیشیم. جانم مقبولم. این مسکن شما را بسیار راحت میسازه. بیا. حال تمام جزئیات بارم دانه دانه بگو. راستش جنرال صاحب، متاسفانه نتونستیم قماندان دنیزه بکشیم. تو چی میگی اولوده؟ چی میگی؟ پلیسا قماندان دنیزه نجات دادن. نفرای امام دستگیر شدن جنرال صاحب. فهمیده شد. جنرال صبری ها؟ بازم او جنرال صبری ها. درست است یک دانم حال خوب میشی. درست است. اینه رسیدیم. ببخشین را یک بار معاینه کردم میتونین. بسیار نارام است. میشه یک باری را ببینین. بسیار گریه میکنه. اینجا بخوابانش. درست است خانم. آرام باش جانم، آرام باش. حالا بر دوا میگیرم. آرام باش جانم. دی روزا خو واکسین نشده؟ تا جایی که من خبر دارم نخیر. اسهال یا زکام خو نیست؟ یا از کدام جای خو نفتیده؟ یا سرش خو به کدام جای نخورده؟ ما هیچ نمیفهمم. شما مادرش نیستین؟ شما خوب هستین؟ خلاص شد. حالا شما را به اتاق عادی میبریم. آقا قدرت، احتمالش کم است، اما این نمونه ای که به وجود شما داده شده شاید از طرف وجودتان قبول نشه. در قسم یک وضعیت شاید انتقال شما چندین بار ضرورت باشه. از این خاطر ارتباطاتتان باید با کسی قطع نکنید. فهمیدم دکتر، ایگا پارا بان فهمیدم. بگو که ما چی وقت عملیات میشم؟ خون شما را معاینه میکنیم. همه که نتایجش به ما رسید با شما را عملیات میکنیم. درست است. بسیار زیاد تشکر. ژالا با افرادم بگو که عجله کنن. او طفل تنها رایی است که ایلیفا پیش خود نگاه کنه میتونم. درست است جانم. اینا را از منزل پایین از دواخانه بگیرین. باید دواش زود برش بتین. این طفل هم سرما خورده و هم ضعیف شده. خانم محترم، میخواین که طفل خوب شوه؟ درست است. همیال دواره میگیرم میایم.
میشه به دوستم خبر بتین؟ او در دهلیز منتظر ما بود. او خانم که همراه یک طفل بود. بله. طفل ناراحت شد و بخش آجل بردش. چی؟ شما چی میکنین؟ ما باید برم. شما نو از عملیات بیرون شدین، باید استراحت کنین خانم. چیزی نمیشه، من پیش بچه میرم. بچه اختطاف کردن. فلیز ابراهیم نیست. بچه اختطاف کردن. شما او را ندیدین؟ لطفاً برام بگویید. بچه اختطاف کردن. بچه شما ندیدینش؟ شما یک طفل خورده 3 ماه را ندیدین؟ بچه ابراهیمه. بچه از پیشم بردن. ابراهیمه. بچه رو بردن. ابراهیم. بچه معلوم است تو اینجا چی کار داری؟ هی به وجدانه دروغ گو. بچه‌م کجاست؟ برام بگو بچه‌م کجاست؟ گپ بزن. هیچ کس سر ما امر کردن نمیتونه. فهمیدی چادر پشت؟ همین قسم است. نخوای. شاید زنده بانی، اما ما وسیله شدن نمیتونم. با جرم قتل بازرس مجید یعید و شکنجه کردن قدرتکارای متهم هستین. تو کدام چیزی دیگه به گفتن داری یا نه؟ مجید یعید به خاطر قدرتکارای کار میکرد. من فهمیدم که او در اختطاف بچم دست داره. وقتی که رفتم همراهش گپ بزنم او را از بین برده بودن. من هیچ کاری نکردم. قاتلم نیستم. تمام اینا یک دام قدرتکارای به خاطر ما بوده. کدام شاهدی داری که ادعای تو را ثابت بسازه؟ نه خیر. با خود یک وکیل خوب پیدا کنین قماندان سر. نجات پیدا کردن از این قسم اتهامات کار آسان نیست. متهم ابو بر بچه. باز که دسته بیرون شوین. ما با هیچ کس نیاز ندارم. هیچ کس سر ما احسان کردن نمیتونه. فهمیدی یا نه؟ هیچ کس. طفلشه به اون زن بیتی دیگه. قدرت بس کن دیگه. تو میموری. هیچ برای مهم نیست. او طفله برش نمیتون. فهمیدی یا نه؟ نمیتون. ایلیف و بچم به تو امانت هستن اردم. بدون تو سر کسی دیگه باور ندارم. تو تشویش نکو بیادرین. دلت کاملا جمع باشه. تو هم ناامید نشو. مطمئن هستم که بزودی ثابت خود شد که تو بیگناست. بهره برام مهم نیست اردم.
ما الیف و بچه ما به هم دیگر رساندم. به وعده خود وفا کردم. دیگه هیچ چیزی برای من مهم نیست. بله؟ اردام تو کجاستی؟ از صبح تا حالا چند بار برات زنگ زدیم جانم. چی شده سهیلا؟ قدرت ابراهیم اختطاف کرده. برش چطور بگویم از بچه ما محافظت نتونستم. او را از پیشم به زور گرفتن. بچه ما بردن. بسیار زیاد معذرت میخوایم میلیف. بسیار معذرت میخوایم. معذرت میخوایم. Kaderine şükret. Her kuşun bir baharı var elbet. Yeter ki sen sabret. Sabret gönül sabret. Küsme sakın kaderine şükret. Her kışın bir baharı var elbet. Yeter ki sen sabret. جنرال صاحب افراد قدرت داخل رفتن. امیال داخل برین. ابراهیم پیش ما بیارین. با چشم جنرال صاحب. تسلیم شبه. طفل کجاست؟ قماندان این موتر شخصی ماست. تو نمیفهمی که تلاشی کردن تو چیزا من است؟ اختطاف کردن طفل گناه بزرگ است. طول بکس باز کن. در باغچه کسی نیست قماندان صاحب. متاسفانه جنرال صاحب طفل اینجا نیست. شما جای نرین. حتما کدام اشتباهی انجام خود دادن. الیف میفهمم بسیار عصبانی هستی. قهر هستی، حق به جانب هستی. اما بیبی قسم نمیشه. خدا زیاد جگرخون نساز. بیا که خانه بریم. حالا دیگه کمی راحت خود شدی، درست است؟ از پیشریم گم شوین. دیر یا زود باید جای بچه ما برم بگوییم. مثل اسرائیل تعقیبت میکنم. خانواده تو را ما پارچه پارچه کردم بیعقل. اگه ما بخوایم یک جام ساخته میتونم. متوجه باش. اگه خداوند بخواه به هر شکل که شوه ما به بچه میرسم. قدرت کارایی را باید بفهمی. زیاد تشویش نکن بچه. فایده نداره. ده اینجا باید صبور باشی. ایم تسبیح صبر است. بگی نترس. هر دانیزی زندگی را برات خطا مخت. تشکر.
دینیز بچیم ما در چه قسم یک جایی روبرو شدیم؟ بسیار در یک شرایط بد تو را در آغوش گرفتم. من پشیمان نیستم پدر، از کارهایی که انجام دادم پشیمان نیستم. الیف و بچه ما به هم رساندم، همین برای من کافی است. نواسه ما پیدا کردی؟ بله پیدا کردم. شیر بچه ما آفرین به تو، آفرین. آفرین بچه، آفرین. منتظر باشین شاید طفل پیدا کنین، اما قسم ادامه بتین. آی سرم زیاد درد داره. کم استراحت کو جانم، راحت خود شدی. چه قسم بخوابم سهیلا؟ بچه‌ام گم است، دینیز در زندان است. من چطور خوابیده میتونم؟ جنرال صبری؟ خوش آمدین. خوش باشین. چطور هستی الیف؟ چطور باشم؟ قوی باش. تو حال دیگه خانم یک اسکر هستی. بیبی بعد از امروز 24 ساعتی اساکر از تو محافظت خود کردن. این اساکر هستن که دینیز به خاطر اردوی ما تربیه کرده بود. تو هم پیش ما امانت دینیز هستی. بسیار زیاد تشکر. اما نداره الیف، کار قدرتکارای امرای تو هنوز خلاص نشده. دفعه قبلی چیزی که میخواست او را با مملگری از پیشت گرفت، اما این بار شاید بخواه که او را از پیشت به زور بگیره. شایدم بار دیگه هیچ وقت طفل ما دیده نتونم. دوای درد قدرت پیش تو است. با فکر نمیکنم که به طفل ضرر برسانه. او را تضمین زندگی خود فکر میکنه. او چیزی که از تو میخوایی است که به خاطر بچت پیش او بری و زاری کنی، اما تو نباید تی کار کنی. تو نباید به قدرت کارهای زاری کنی الیف. پس چی کنم؟ این قسم زیر علاشه آرام بشینم هیچ کار نکنم؟ ما تو را در قسم جنجال انداخته نمیتونیم الیف. این کار به خاطر تو بسیار خطرناک خود بود. ما در هر جای بچه تو را میپالیم، هر جای کوره روان کده به تو او را میبینیم. تو تشویش نکو، با توکل خدا بچه تا پیدا میکنیم. ترس مرگ آهسته آهسته اطراف قدرت کارای فرا گرفته. وقتی مرگش فرا برسه و ترس آخرت در قلبش ایجاد شوه، بازو وقت کبر و غرورش از بین میره الیف. آقا من نمیفهمم کامراش چی کنم. بچه می شاید گوش نشده باشه. برو از بیرون بر شیر یگان چیز بیار. برو. یعنی ایره دم اینجا نگاه میکنیم؟ بچیم ای طفل همگی میپلند. در بیرون اساکر استادستن، پولیس هم ایره میپلند. وها ای طفل اگه پیش ما باشه خوب تر است، چون که هیچ کس فکر نمیکنه که من قسم خدا در خطر مندازم. خوب اگه وضعیتش آرام نشه باز؟
گوش کو چی میگم. تو درباره قریه برم گفته بودی اما تو نیست؟ بله. خانواده تو اونجا زندگی میکنن؟ بله جنرال صاحب. خوب است. گوش کو. حتی جالام نباید بفهمه که این طفل اینجاست، درست است؟ بچه شم جنرال صاحب. ابراهیم 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 الیف تو خوب هستی؟ الیف چی شده؟ چی گپ شده جانم؟ نفس گرفتن نمیتونم. فیلیس چی کنه؟ قلبم استاد میشه. درست است الیف جان، یک چند نفس عمیق بگی حالا دیگه. نمیتونم. سهیلا وضعیت الیف هیچ خوب معلوم نمیشه. نفس گرفتن نمیتونم. درست است نفس عمیق بگی. سهیلا کلکی نباز کن. درست است الیف جان، درست است. حالی خوب اینجا بودن نمیتونم. باید پیش بچه‌م برم. باید ابراهیم پیدا کنم. بچه الیف سهیلا کمک کن. بچیم چی شد؟ قاضی چی تصمیم گرفت؟ اردام بگو دیگه. دینی زندانی شد. چی؟ نخیر. نخیر. دینیز هرگز ناامید نشید. به خداوند پناه ببر. محبت و معجزه او به حد و حدود است. من میفهمم دیر یا زود حقیقت برملا میشه. لطفاً اجازه بتین کمه همراهش گپ بزنم. الیف به خودت یک آینده بساز. من دیگه به تو آینده خوبی نیستم. خداوند از شما راضی باشه اولادا. حق شما را چه قسم مدا خواد. هیچ گپی هم نیست خاله جان. خانواده قماندان ما خانواده خود ما وارث. به خوشی کار میکنیم. جنرال صبری گفتن خانه را مثل گل آماده کنید. امیاله به جنرال صبری زنگ بزن. او باید اسناده ببینه. سرکم. برم دوای ما بتین. اینجا کسی نیست. خداوند جزای تمامتان بده. برم دوای ما بتین. سرکم. از تو خسته شدی قدرت. تو در کدام جهنم هستی ها؟ اگر من از بین برمم خبر نمیشی. اساکر در بیرون هستن. هیچ کس نمانده قدرت. فقط یک راننده است. او هم میره و میایه. هیچ نمیفهمم که کجا میره. اوف
در ای جای لعنتی یک لحظه بوده نمیتونم، اما تو رم رها کده رفته نمیتونم دیگه. تمامشان بگو که برن. ما با هیچ کس نیاز ندارم، فهمیدی؟ ما هیچ کس نمیخوایم. تو هم بیازر با دردم نمیخوری. اینجا ناقص سادستی. از اینجا برو گم کو خدا. ها برو گم کو خدا. بله میرم، به خاطری که دیگه قابل تحمل نیستی قدرت. از تو خسته شدیم، از تمام حقارتهای تو، از گپای تو، از کل چیزت خسته شدیم، فهمیدی؟ من لیاقت هیچ کدامی گپا را ندارم. پس برو گم شو از اینجا شیشه. بیازو میرم. از یک دانشگاه برام پیشنهاد آمده، میخوایم اونجا برم. از همین خاطر هم تو و همین نقشه بی‌معنای تو را بر همیشه از زندگیم پاک میکنم. خوب است. ما میرم. از قرارگاه برم زنگ زدن. بگو که محترمه آماده کنن. یونیفرمم کجاست؟ باید دوره بپوشم. کلگی منتظرم هستن. کاشی اسناد وقتی که قدرتکارای صحتمند بود به دست ما می آمد. اما دو نوع مرگ وجود داره قدرت، یکی با عزت و یکی با شرف و دیگه‌شان با خیانت وطن. شما پشیمان شدین همتون نیست جای بچه ما برام میگین. کاش که میفهمیدم بچه‌ت کجاست، اما نمیفهمم. پس چرا اینجا آمدین؟ قدرت کارای شما را روان کده؟ میخواه بفهمه که پشت بچه خود دیوانه شده میانه همتون؟ قدرتی گپاره دیگه مهم نمیشماره. با وجود دردایی که داره حافظشم روز به روز ضعیف شده میره. پیش از اینکه کل چیز فراموش کنه برو از پیش جای بچه‌ت پرسان کن. باید از او گپ بگیری. اگه نه هیچ وقت بچه خدا پیدا کرده نمیتونی. تو در کدام جهنم بودی؟ پیش طفل بودم جنرال صاحب. جنرال صاحب 3 هفته میشه که او طفل پیش ما هست. او یک بارم بیرون نشده. من میترسم که او طفل چیزی نشه. امشب او را بیرون میبرم. کدام طفل میگه احمق؟ ها؟ طفل خانم الیف میگم. الیف کی از دیگه؟ برو گم شو، برو. بفرمایید خانم الیف. داخل میرم. البته امرای ما بیاین. دوستا شما هم اینجا باشین. ژالا تو آمدی؟ میفهمم که پس میایی. ژالا میفهمم که تو خانم بیکار هستی. میفهمم. برام بگو تو اینجا چی کار داری؟ ها؟ چی کار داری؟ خدا لعنتتان کنه.
خدا لعنتتون کنه. مادم اینجا بند ماندم. چی است؟ دباین ای زهر انداختی ها؟ هنوز بچه‌م پیش تو است. افزکو ما با تو ضرورت ندارم، فهمیدی؟ نیاز ندارم. اما تا که جای بچه ما برم نگویی ما هیچ جای نمیرم، فهمیدی گپ ما؟ قدر حادثات شد اما بچه من هنوزم پیدا نشد. قدرت کارایم ده بیرون آزاد میگرده. احمقه ده وقتش او احمقه از بین خود برد و میکشمش. سنجر آیدین ملاقاتی داری؟ ده ای وقت که بودم میتونم. نمیفهمم بچم، حال خود فهمیدیم. اوف کجاستی ابراهیم؟ تو کجاستی؟ شام بخیر جنرال سنجر. دوای ما بده. الیف! 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 خدا جزایت بده. دوای ما بده، زود شو. درست است. درست است. برات میگم جای بچه تا دوای ما بده. خب دیگه بگو بچه‌م کجاست؟ بچه تا با تایفون دادم و هم پیش دیگه افرادم بردنش.
فعلا هم اموجا صحیح و سلامت است. بیبی ما او اطفال پیدا کردیم. تایفون دستگیر شده، تو اشتباه کردی. لعنتی دوایم برم بته دیگه تحمل کده نمیفهمم. کوشش کو باید بیاری تو چوب. بچه ما کجا پنهان کردی برم بگو. نمیفهمم باور کن نمیفهمم. درست است آرام باش. اینا را بخوا باز بعدم گپ میزنیم. تو شاید ساله کنجکاو شده باشی که ما چرا باید ملاقات کردم. تو را دیگه هیچ وقت اذیت نمی کنم. از تو میخوایم که قدرت کارای از بین ببری. بعدا تو را بیرون از کشور میبرم. با یک تذکره جدید و شخصیت جدید زندگی خود کردی و همه چیز از نو شروع کن. بهت یک پیشنهاد کینه گفتم میتونم. قبول میکنم. قدرت کارای بسیار باهوشی از بین میبرم. بسیار باهوشی. زوچو یک بار دگام کوشش کن. برم بگو بچیم کجاست. الیف ما خواستم طفل تو را دو دنیا روان کنم، اما این کار نکردم. نتانستم دیگه. نتانستم. فقط یک نام برم بگو یا یک نشانی بگو. بله البته الیف ما او را به عامر مجید دادم. اما او مرده. جنرال صبری سلام الیف. بچه تا پیدا کرده تو نیستی؟ نه خیر، او هیچ چیز را به یاد نداره. بعضا خوب میشه فکر میکنم حالا میگه اما هیچ چیز نمیگه. شاید خودش نخواهی که جای بچه تا برات بگویه. فکر نمیکنم، واقعا وضعیتش خراب است. بیبی الیف برای قدرت کارای امر دستگیری صادر کردیم. باید او را همراه خود ببرم. اما او وقت هرگز جای بچه من نخواد. فهمیدم ببینین این آخرین شانس من خواد بود. لطفاً بر ما چند روز وقت بتین. بعد از او میتونین او را دستگیر کنین. لطفاً این آخرین راه رسیدن به بچه. خوب است. 2 روز دگان وقت داری، اما بعد از او قدرت ها میبرم. درست است. حالا بیدار است؟ بله، در منزل بالا در اتاق دست راست است. خالتا نشناختم. مرا نشناختی؟ کی هستی؟ یک وقت در یک جبهه بودیم، اما بعدا تو رای خودت تغییر دادی. حالم کاملا تباه شدی. ما تو را نمیشناسم. بیرون شو. گفتم نمیشناسمت، بیرون شو. خداوند امرایت کمک کنه قدرت.
آی بیا که بریم. حالا درست شد. آفرین. ای ابراهیم است. ای صدای ابراهیم است. خانم الیف چی شده؟ من یک صدا را شنیدم. صدای گریه ابراهیم بود. اوف، کجاستی ابراهیم؟ همینجا بود. بچه من اینجا نگاه میکردن. من چطور نفهمیدم؟ خانم الیف آرام باشین، شاید اینا سابق مانده باشه. بچه‌م کجاست؟ ابراهیم کجاست؟ بی‌وجدان، تو هیچ انسان نیستی. تو لیاقت تمامی مریضی ها را داری. اینقدر مردم اذیت کردی، چرا به یاد نمیاری؟ هر قدر که درد ببینی بازم کم از برد. بی‌وجدان، اعلام کنید. پدر، ما به تو یک پدر خوب شده نتونستم. ای گپ دیگه از کجا شده ای گل صبح؟ همیشه تو را بسیار دوست داشتم. بعضی اوقات سرت قر میشم، اما بازم تو را دوست دارم. چند لحظه بعد از اینجا میریم. کوشش میکنم که همیشه همراهت باشم. کجا میری پدر جان؟ میفهمم به خاطر گفتن یه گپا دیگه دیر است، اما من تو را زیاد دوست دارم. امیدوار هستم به گپایم باور کن. تو چی میگی پدر؟ امروز میخوایم بسیار راحت امرویت گپ بزنم. میخوایم گپای دل خدا برات بگویم. من همیشه تو را زیاد دوست داشتیم بچیم. زیاد دوستت دارم. تو را دوست دارم. مادرت دوست دارم. حتی عروس دوست داشتنی میلیفم بسیار دوستش دارم بچه. پدر، من یک انسان خوب بوده نتونستم. بسیار مردم اذیت کردی، قلبایشان را شکستاندی. پدر شما چی گفته میرین؟ اگه موفق شدم نواسه من بچه تا پیشت میارم. پدر شما کجا میرین؟ دیشب همراه کی گپ زدین؟ پدر همراه کی گپ زدین؟ پدر شما کجا میرین؟
محافظ. پدر کجا میرین؟ ولیعهد خدا برم یک چیز بگوین. حقت بر ملال کو بچیم. پدر حق ما حلال است، اما شما کجا میرین؟ بگوین یک بار. تو را به خداوند مسپارم، به خداوند مسپارمت. پدر 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 بگوین کجا میرین؟ کاری نکنین که براتان ضرر برسه. پدر با طفولیت تو شباهت داشت. تو در آغوش ایجا بودی. زیاد سر مادرت قهر بودم. نخواستم که طرفت ببینم. گپ ما گوش کن. با گپای ما دقت کن. گپ ما را مشنوی؟ تو را با فرزندی دادم. امو وقت طرف تو سیل کردم. کاش هیچ وقت نمیدیدمت. او چهره تو هیچ وقت از فکرم بیرون نشد. او لحظه را هیچ وقت فراموش نکردم. بچه ما آخرین بار چی وقت دیدی؟ کوشش کن به یاد بیار. او روز چی شد؟ چی کردی؟ به کی دادی؟ زود چو بگو. بسیار یک طفل مقبول بود. کوچک و زیبا بود. مثل ملکه بود. همراه بچه‌ام چی کردی؟ زود چو برم بگو. همراه بچه‌ام چی کردی؟ او را به کی دادی برم بگو. یک برنامه تحریف چی قسم برنامه؟ او را به یک جای دیگر روان کردم. پیش کی؟ به کجا؟ ما چرا این کارا را کردم؟ چرا هیچ کس دوست نداشتم؟ چرا نتونستم با کس لبخند بتم؟ الیف به خاطر هیچ چیز ناوقت نیست. هنوزم اگه بخوایی ای کار کده میتونی. مرا به بچم رسانده میتونی. لطفاً.
الیف ها به یادت آمد. آها بگو. بله ما یک کتابچه دارم. تمام یادداشت‌های خود در او کتابچه نوشتم. کجاست؟ او کتابچه اینجاست. تو به خدا ایده گست کجا شد؟ نمیفهمم. درست است. درست است. من میبینم. بیاد ندارم. انسان چی میباشه و چی میشه؟ او کتابچه کجاست؟ زود شو پیدا شو. در کجا مانده باشن؟ وای 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 قدرت کارای. شنیدیم که عقل خود از دست دادی، دیگه هیچ چیز به یاد نداری. اما من هیچ فکر نمیکردم که مرا فراموش کرده باشی. مرا به یاد آوردی درست به چهرم بیبی. به یاد آوردی. اگه مرا به یاد نمی آوردی زیاد جگر خون می شدم. چندین سال با هم کار نکردیم، توسط ما کارهای کثیفت انجام دادی. تو اینجا چی کار داری ها؟ چی کار داری اینجا؟ آمدم که تو را در دنیا روان کنم. هر دوی ما یک جای طرف جهنم سفر میکنیم. چی نظر داری؟ الیف چوب باش جنرال صاحب. جنرال صاحب، شما من حیث جنرال قل اردو معرفی شدید. به خاطر جشن منتظر شما هستن. ما جنرال قل اردو؟ بیاین که بریم. بفرمایین جنرال صاحب، بفرمایین. مرا از اینجا میبری؟ بفرمایین. آفرین. بله بریم. بفرمایین. گوش کنین، شما را اول به قرارگاه میبرم. یونیفرمتون رو پوشیده به قل اردو میریم. شما آماده هستین جنرال صاحب؟ بفرمایین جنرال صاحب. محترم آماده است؟ بله آماده است، بفرمایین. درست است. الا دیگه باید لباس های ما بپوشم ها؟ بله یونیفرمتون آماده درست است. بپوشین یونیفرم. الا دیگه بپوشین یونیفرمتون. بفرمایین جنرال صاحب، بفرمایین. بفرمایین. اینجا چی میکنه؟ خسته شده خوابیده. باید برای جزا تعیین کنن. جزای خدا ببینه. جزای خدا با چشم جنرال صاحب. وقتی که بیدار شدت من جزایش برش میدم. درست است. الا دیگه جنرال صاحب موتر اونجا است، میریم پیش موتر. خوب است. الا دیگه بفرمایین جنرال صاحب. ما کجا میریم؟ با شما یک وظیفه جدید داده شده و اونجا میریم. با کدام جنگ میریم؟ بله اردو منتظر شما است. بسیار خوب است. بفرمایین. کتابچه های زیاده بودن، نفهمیدم که کدامش هست. نخیر. بفرمایین جنرال صاحب. به خاطر شما جشن خواهد گرفت. بفرمایین جنرال صاحب.
زنده باشین. با دستور شما حرکت میکنیم. تو خوب هستی قدرت کارایی نیست. تو چی میکنی؟ نه خیر صبر کن. عجله کن باید از پشت اونا بریم. تو کی هستی ها؟ ما را کجا میبری؟ میخوایم شما را کمی به شر چکر بتون. قدرت کارای نظرتون چی است؟ کمی خوش باش. ما نمیخوایم برم. اینجا پایین کن مرا تعقیب میکنم. ای قسم طرف من نبی. ای بار از دست من نجات پیدا کرده نمیتونی. یک دقیقه تو را به یاد آوردم. سنجر به یاد آوردی اما تو نیست به یاد آوردی. اگه او را چیزی شوه هیچ وقت جای بچه من پیدا نمی کنم. بیشتر سرعت بگی باید اونا را گیر کنیم. سنجر گوش کن. تو میفهمی که من زیاد مریض هستم. من میمرم. من بسیار درد دارم. بسیار زیاد. تو عروس ساده مرا فریب دادی. ما بالای هیچ کس رحم نکردیم. فراموش کردی؟ با اشک چشم هیچ کس رحم نکردیم. فراموش کردی؟ مشکل تو چی است؟ از ما چی میخوایی؟ هنوز نفهمیدی؟ نواسه من میخوایم. مثل ایلیف را با فرزندی دادی. چطور؟ با کی دادی؟ کجاست نواسم؟ کجا پنهانش کردی؟ کجا؟ باید ندارم. بایادم نمیایه. باید نداری ها؟ حال من میفهمم که چه قسم بایادت بیارم. چی میکنه؟ دیوانه شده چطور؟ نخیر باید سرعت بگیریم. باید مانع اونا شویم. خواهش میکنم. باید بیار. کوشش که باید بیار. چاپاش. باید نمیارم. باید ندارم. تو باید نداری امو ترس ها؟ لطفا من نمیخوایم بمرم. نمیخوایم بمرم این کارو نکو. تو باید نداری. حال من بایادت میارم. باید نداری. ماون هنوز جنگ شروع نشده؟ جنرال صاحب جنگ شروع شده. حالا از موتر پایین میشیم. در طیاره بالا میشیم. بهترین جنگ شروع میکنیم. جنرال صاحب شروع میکنیم. البته حالا دشمنا را باید از بین ببریم. عجله کنیم. عساکر باید همیشه شانه به شانه بجنگن. همتون این جنرال صاحب. چطور است جنرال صاحب؟ این طبیعت خوشت آمد؟ خیلی قسم نکن. نخیر. پنج سال بعد
ازتون خواهش میکنم همراه من کمک کنین خاله. الیف بازم همون خواب دیدی؟ همیشه همون یک خواب میبینم. این خواب باید یک تعبیر داشته باشه. اما خودمم هیچ نمیفهمم. به هر صورت ده قصه گپا نشو. به محفل کم وقت مانده، باید زودتر اونجا بریم. حسین پنار تبریک باشه. تشکر میکنم. الیف گورال تبریک باشه. بسیار زیاد تشکر. با تمامتون تبریک باشه. پدر؟ پدر؟ دختر پدر خدا را شکر که روزا را با چشمای خود دیده. زنده باشین، زنده باشین پدر جان. تو هم زنده باشی دخترم. با وجود قدر مشکلات که در زندگی داشتی هیچ وقت منصرف نشدی. دانشگاه را با کامیابی به پایان رساندی. با تمام ما افتخار بخشیدی. خداوند برد توفیق بده که از طریق مسلکت وسیله خیر با مردم شوی. آمین آمین. دز ما به شما یک خبر بسیار خوش داریم. راست میگی؟ تبریک باشه. اینجا جای تفریح ماست. خدا لعنتش کنم. این خب پدرم و طفل است. ما چقدر بد شانس است. این آدم کی است؟ این خونه نفر قدرت است. این همون آدم است. همه قسم است آقای ابراهیم. خدا را شکر بالاخره عدالت تجلی نمود. شکر خداوند، شکر میکنم.
حالا دیگه وقتش رسیده که به زخمای خود مرهم بزن. خب نقش تو چی است برادر؟ او حادثه 28 فوریه بر علاوه تاثیرات منفی بالای سیاست کشور، بالای خانواده و اجتماع تاثیرات مهم داشته. بعضی از دخترای ما با وجود تلاش زیاد وقتی که به دانشگاه کامیاب شدن دوباره مجبور به ترک دانشگاه شدن و بعضی هایشان مجبور شدن سرشان علوج کنن. این حادثات هیچ کدامشان در یک روز اتفاق نفتیدن و در یک روز خلاصم نمیشن. کارهای زیاد بر انجام دادن داره. از کارهای آقا سفیان هم خبر دارم. شما خب میفهمید درباره معذورین حادثه 28 فوریه. حتی الیف و فلیز همیشه به چشم شک طرف ما میدیدن. حتی برای یک چند مدت رابطه هم خراب شده بود. اما من حالا تازه فهمیدم که اینا حق به جانب هستن. اونا چشم ما را کور ساخته بودن. هر کس اشتباه میکنه اولادا. مهمی است که انسان به زودی اشتباه خود درک کنه و برگرده. پهلو در پهلو حساد شدن با اونایی که به خاطر حرص خود از معذوری استفاده میکنن با ما نمیزیبه. بعد از این به خاطر که او قسم حادثات باز تکرار نشن باید به مردم معلومات بتیم. اگر ضرورت شود قریه به قریه، قصبه به قصبه میگردیم و راه حق به مردم نشان میدیم. خداوندم به ما در این راه کامیابی را نصیب کنه. الهی آمین کاکا ابراهیم. اما همیشه به خاطر کمک کردن ما دستیم کاکا ابراهیم. ازتون خواهش میکنم همراه من کمک کنین خاله. من زود پس میایم. سلام. سلام. میبخشین میتونم همراهتون کمی گپ بزنم؟ البته بفرمایین. من الیف هستم. من مریم هستم. مریم ازت یک سوال میپرسم. زیاد وقت میشه که من یک خواب میبینم. همیشه همین خواب میبینم. در خواب میبینم که در افریقا هستم. در یک منطقه بسیار غریبانه قدم میزنم. بعدن یک دختر کوچک پیش روی میایه و به من یک چیز میگه. تافادانی لیسایدیا. هیچی منه میته تو میفهمی؟ این منه را میته که او دختر کوچک از شما کمک میخواه خانم الیف. کمک؟ البته به منطقه ما این گپا را زیاد خواست شنیدین. فقر، گرسنگی، غریبی، اطفال ما از گرسنگی در اونجا تلف میشن. میبخشی نمیخواستم تو را جگرخون بسازم. دوا نیست، شفاخانه نیست، حتی دکترم نداریم. خواهر خدا از همین خاطر از دست دادم. تمام کشورها اونجا میان میگن کمک میکنیم، اما فقط آزادی و خاک ما را از پیش ما میگیرن. بعض انسانهای خیرخواه اونجا هستن که فقط به خاطر رضای خدا کار میکنن. ترک‌ها هم هستن. خب تو چطور به ترکیه آمدی؟ یکی از انسانهای خیرخواه مرا به فرزندی گرفت، مرا به ترکیه روان کرد. ای انسانهای خیرخواه که به خاطر خدمت کار میکنن مرا امرای اونا معرفی کده میتونی؟ البته با بسیار خوشی. این دانشجویان تمامشان به کمک انسان خیرخواه درس میخوانند. سلام. و علیکم سلام. و علیکم سلام. خوش آمدین. خوش باشین. الیف جانی خواهرم است. ایام الیف است. امسال تازه از دانشگاه تا فارغ شده. انشالله که طریق مسلکت وسیله خیر به مردم شد. بسیار زیاد تشکر. ما و مریم نو با هم معرفی شدیم. در اصل یک کابوس وسیله شد که ما با هم معرفی شدیم. یک قسم است. بسیار عالی است. با ما درباره او کابوستان گفته میتونی؟ البته. چای می نوشین؟ این یک گلاس میگیرم. بسیار تشکر. ماها میشه که من یک قسم خواب میبینم. کسایی را که اینجا میبینین قلب تمامشان با عشق خدمت به مردم پر است. وظیفه ما هر جایی که تعیین شود ما همونجا به خاطر خداوند خدمت میکنیم.
ای که ما امروز همراه شما معرفی شدیم یک کار تصادفی نیست. 3 کشور دیگه مانده و 3 داوطلب. ببینم که در این کشور از بین شما کی خدمت میکنه. بی تو شمشک، به نظرت به کدام کشور خود رفتی؟ مزمک. نمیفهمم چرا، اما فکر میکنم شاید به مزمک برم. خداوند گپ قلبت شنیده. موزامبیک. مبارکت باشه. خداوند اجر ثوابایت برات نصیب کنه. آمین. کبرایل دارم. پدرم گفت در نصیب ما کشور اوگاندا خود بود. او در خوابم قسم دیده بود. تا حال به او کشور کسی نرفته. انشالله به نصیب ما خود بود. به خیر باشه انشالله. اوگاندا. فقط یک داوطلب مانده که نمیفهم به کدام کشور میره، چون که نام یک کشور مانده. کینیا. عایشه نوری الماس. نامده؟ بسیار جگرخون شدم. کشور کنیا بی کس من دوستا، در حال که یک کشور بسیار محتاج است. به کمک ما زیاد ضرورت داره. من میخوایم به کنیا برم. نامم الیف گورال است. دکتر هستم. میخوایم به کنیا برم. در خوابم همین قسم دیدم. من زیاد خوش ساختی الیف جان. اگه هیچ کس به کنیا نمیرفت، ما هیچ کدام از اینجا خوش رفته نمیتونستیم. میفهمم چیزی که در تقدیر ما باشه عموم میشه. مردم کنیا منتظر کمک های تو هستن الیف جان. پدر جان. الیف دختر مقبولم، خیریت است؟ زیاد خوش معلوم میشی. بله خیریت است پدر جان. پدر جان، این را میفهمیم که شما را بسیار زیاد دوست دارم. دختر خوبه، ما هم تو را بسیار زیاد دوست دارم. تو را چی شده ها؟ حالا بگو مشنوم. هیچ چیز بدون دلیل نمی باشه. او خوابه که می دیدم نه پدر؟ بله. او مرا پیش خود می خواهد. من به کینا میرم پدر جان. به خاطر خدمت به مردم از طریق مسلکم برشان خدمت میکنم. پدر جان خواهش میکنم سرم قهر نشه. من دلیلش نمیفهمم. مجبور هستم باید اونجا برم. اما اگه شما بگوین که نرو او بگوین که به من ضرورت داری نمیرم، باور کنی. آفرین به تو دختر جسورم. بسیار یک تصمیم خوب گرفتی. بالای تو افتخار میکنم خانم دکتر. بسیار ترسیده بودم. فکر میکردم که شاید گپ ما قبول نکنین، چون ما نو همدیگر به دست آوردیم. ما شما را رها کرده در دیگه کنج دنیا میرم. من بسیار خوش هستم که پدری قسم یک دختر هستم. در مناطق اطفال بسیار در حالت خراب قرار دارند. اطفال خردسال که مریض هستند کسی نیست که اونا را تداوی کنه. خدا را شکر خدایا. او خوابه را که همیشه میدیدم خداوند جوابش برم داد. اگه نه همیشه ناراحت می بودم و همیشه عذاب وجدان می دیدم. بسیار خوب گفتی الیفم. این گپای تو را هر کس فهمیده نمیتونه. الیفم، شاید کسایی باشن که تو را مغشوش بسازن و برات بگوین تو اونجا چی میکنی. آیا اینجا مریض نیست؟ آیا اینجا اطفال مریض نیستن؟ با گپای هیچ کدامشان گوش نکن. مریض خود در هر جا است، اما دکتر در هر جا نیست. در هر گوشه دنیا اطفال محتاج به تعلیم وجود دارن، اما معلم در هر جا نیست.
دخترم، کشورا، سرحدا، هیچ کدام این سرحدا مانع خدمت انسان شدن نمیتونه. در هر کنج دنیا که یک مسلمان دعا کنه، ما و تو اینجا بسیار راحت میشیم. دزم شاید ای قسمی بتانم خاطرات بچه من فراموش کنم، یعنی با دیدن او اطفال. دختر مقبولم، در این زندگی بعض انسان ها هستن که هیچ وقت خوش نمی باشن. همیشه درباره خود فکر میکنن و همیشه به خاطر خودشان کار میکنن. قلب انسان وقت خوش میشه که قلب یک انسان دیگر را خوش بسازه. از دست کارهای مشرکانه غرب دو خاکا هنوز هم صدای حضرت عیسی و موسی بلند میشه، جانم فدای اونا شود. اما پیامبر ما، صدای پیامبر ما اونجا بلند نمیشه. توزیع آب، قضاوت و اونجا کفایت نمیکنه. دخترم، عشق که با پیامبر داریم باید همراه اونا شریک بسازی جانم. با عشق قرآن باید همیش مطمئن باشی دخترم. تا حدی که توان داشته باشم انشالله که این کار میکنم براتان وعده میدم. معلوم میشه و پدر و دختره هر دوی ما راههای جداگانه انتخاب شده. زیاد وقت میشه که از خدمت دور ماندیم دخترم. با اجازه خداوند ما فردا صبح حرکت میکنم. خدا را شکر که شما پدرم هستید. حقتان حلال کنین. حلال باشه دخترم، حلال باشه دختر مقبوله. پیش راحت خوبی دختر یک دانه. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. پروردگارم، تو از همه چیز آگاه هستی. خدا به تو میسپارم. ملاقات داری دنیز؟ ایلیف، چطور هستی؟ خوب هستم. تو چطور هستی؟ قصه کنه فارغ شدی؟ دیپلمت گرفتی؟ خدا را شکر بله گرفتم. خب بعد از این باید برای دکتر ایلیف بگویم چطور؟ نه خیر، تو ایلیفم بگو. فقط ایلیفم. اما باید برات یک گپ بگویم دنیز. خیریت از کدام گپ شده؟ نه این بار یک خبر خوش دارم. برات یک گپ خوبه میگم. ما به خاطر خدمت به افریقا میرم دنیز، به کنیا. به افریقا گفتی؟ بله. ما با انسانای بسیار خوب معرفی شدم، کسایی که در راه خداوند خدمت میکنند. پدرم هم راضی شد. ما اونجا خدا بسیار خوبتر احساس خواد کردم. فکر کن اطفالی که به دکترها دوا ضرورت دارن با اونا کمک خواد کردم. لطفاً اگر تو هم رضایت نشان بدی میخوایم اونجا برم. من حق ندارم با تو چیزی بگویم. حالا که تو میخوای بری، حالا که به خوشی خود از اینجا میری، پس به خوشیت برو. وضعیت من خب بیزو معلوم است. این قسم نگو دنیز لطفاً. بیبی جنرال صبری دوای تو را هنوزم بسته نکده، پشت شرها نمیکنه. پدرم چه قسم از زندان بیرون کرد؟ انشالله به خاطر تو هم این کار خواهد کرد. میفهمم. یک روز از اینجا آزاد خود شدیم. و زمان در هر جای دنیا که باشی پیدایت میکنم. حتما پیشت میام. خانما وقتی که خودشان مادر شوند باز مادرای خود خوب تر درک میکنن. مام همون روز شما را خوب درک کردم مادر. روزه که بچه من در آغوشم گرفتم.
شما از مکده بیشتر میخواستین که از دانشگاه فارغ شوم قوی با شما همیشه خوش باشم. شما برام گفتین که همیشه باید به صدای قلب خود گوش کنم. من حال جایی میرم که قلبم مرا اونجا میبره. اما هر جایی که باشم شما همیشه در قلبم میباشید. هیچ کسی را داخل نمان. تشویش نکنین، هیچ کس داخل شده نمیتونه. تو کارت بکن. من تو را میشناسم. تو من را نمیشناسی؟ تو نفر قدرتکارای هستی همون تو نیست؟ قدرتکارای کی هست؟ من او قسم آدم ها نمیشناسم. دروغ نگو برم احمق. بیادر جان تو درباره کی گپ بزنی؟ گپ بزن اگه از بین میبرم. بیادر جان چیزی را نمیفهمم گفتم دیگه. گپ بزن. گپ بزن اگه از بین میبرمت. بیادر جان گفتم که ما او را نمیشناسم گفتم دیگه. هر چیزی که میفهمی برام بگو باید بگویی. درست است میگو. اما ما هیچ کاری را با خواست خود انجام ندادیم بیادر جان، راست میگو. اینجا چی گپ است؟ لایف کنه. این از اینجا بابا. لایف کنه. یا دیگه. امروز که از طرف بعضی اشخاص نامعلوم ویدیوهای کمره مخفی به مرکز امنیت روان شدن که با دیدن آنها بسیاری رازهای از قدرتکارای افشا شدن. در این ویدیوها دیده می شود که ژنرال متقاعد کوشش کرده که خانم خود را از بین ببرد و همچنان چندین بمبگذاری را در کشور نقشه گذاری کرده است و نیز افشا شد که دختر وی در خانه قتل انجام داده. با دیدن این ویدیوها معلوم می شود که چند وقت پیش قدرتکارای تحت تعقیب بوده است، اما معلوم نیست که کیها این کار را انجام داده و چرا انجام داده است. آقا یک مهمان دارین. داخل بیارش. در این ویدیوها دیده می شود که قدرتکارای با خانمش ایجادکارای جنجال کرده و بالاخره ایجادکارای را از زینه ها به پایین می اندازد که در اثر این حادثه چندین سال ایجادکارای فلج بوده و بعدا توسط یک شخص ناشناس از بین می رود. آقا اگه کدام خبر میدادین از شما استقبال میکردم. تبریک باشه. من حال فهمیدم که سالها قبل با انتخاب کردن تو چقدر یک تصمیم خوب گرفتی. از برکت شما آقا. تنها از برکت من نیست، تو یک مهارت طبیعی داری. بعض اوقات حتی ما با دروغای تو باور میکنیم. مردم چطور باور نکنن. وقت انسان از موقف اصلی خود منحرف شد و بازی قسم حالتا سرش آمده میتونه. تشویش نکن، تا وقتی که از ما اطاعت کنی سر توی قسم بلا نمه. هیچ شک نداشته باشین آقا، شما امر که داشته باشین انجام میتون. هر کار انجام میتی؟ بله هر کار. اگه بدون از این کارهایی که تا امروز انجام دادی چیز ازت بخوایم انجام میتی؟ چی کار است آقا؟ اما آقای خاص شما این چیزایی را که تا امروز با دست آوردی اگه گپ ما قبول کنی اینا پیشت خواهد ماندن. درست است آقا، هر چیزی که شما بگوین انجام میتم.
ما منتظر همین جواب بودم. داخل یک کتاب ما پر ساختیم. حال تو هم داخل این کتاب باید پر کنی. این دفتر پیش تو امانت است. ما باید از اینجا بیرون شوم و آدم حتما کدام چیز را میفهمه. باید از او احمق گپ بگیرم. نگهبان، ما باید عاجل امروی مدیر صاحب گپ بزنم. به خداوند مسپارمتان. کاش اجازه میدادیم من همراهت به میدان هوایی می آمدم. نه خیر، هیچ لازم نیست جانم. نمیخوایم به زحمت شوین. متوجه خود باشین، درست است؟ با هم جنگ نکنین. Sesime ses ver, çöldeki kum gibi, suçlu bir mum gibi, yanıp da tükenmişim. Sesime ses ver, yağmurlar yağsa da, boran kış olsa da, mevsimler hep hazan, sürgünüm hayata. Eller ne derse desin Elif, sen boynunu bükme. Kimse görmezse o yürür elbet, ümidini kesme. Eller ne derse desin Elif, sen boynunu bükme. Kimse görmezse o görür elbet, ümidini kesme. چی پس بیادر؟ نوبت مردم ها گرفتی نمیبینی؟ نوبت تو را خود نگرفتیم، چی پس؟ امرای ما دلیل نگو! چی میکنن؟ دور شوین! تشکر بسیار زیاد بیادر.
خانم الیف شما هستین؟ آی خوش آمدین الیف جان. خوش باشین. ما شما را به اتاق میبرم درسته؟ درست. حالا دیگه بیا خودونه. خدا خیرت بیا دنیز بشه. ای دوست ما را میشناسی؟ بله میشناسم. دنیز ما بالفعل سر جرم دستگیر شدیم. سزای من بسیار سنگین است. یعنی باید برات بگویم که فقط جسدم از اینجا بیرون شده میتونه و بس. از همین خاطر اعتراف میکنم. به چی اعتراف میکنی؟ ای که من نفر قدرت کارای هستم. با او قتلی که تو متهم هستی دست او را من انجام دادیم. چی؟ یعنی چطور؟ من حالا میتونم برو. با زودترین فرصت تو رو دوباره پیش قاضی میبریم. بعد از او آزاد میشی. وها یک گپ دیگه هم است. بچه شما. بچه؟ درباره بچه‌م چی میفهمی بگو. بچه دقری ماست. پیش پدرم مادرم است. خدای هزار بار شکرت. بله الیف جان اینجا کلینیک صحی ما هست. میخواستم داخل ببرمتان اما اول باید اطراف اینجا را نشانتان بدم. اینجا هر روز مادرها میاین اطفال خودم میارن. امیدوار هستم که یک دکتر خوب اینجا بیاید اما تا حال نامده. انشالله از دیدنتان خوشخواد شدن الیف جان. انشالله. اطفال بسیار خوب شد که آمدن. ما به اینا شیرینی آوردیم. میشه برشون تازی کنم؟ ماشالله شیرینی آوردیم. بگی جانم بگی. نمیفهم چند دفعه برد بگویم. ببینم چه قسمی کار میکنی. میکنم بس خود دیدی و طفل بیچاره یتیم است. ما من حیث یک انسان باید چند کمکش دفعه کنیم. بگویم او یتیم مامده گردن معوزان میکنی. دی گشنگی او را کلان کردن نمیتونم این کارو کردن نمیتونم. وقتی که خداوند اولاد میده روزیشم روان دی میکنه. گناه ماست که غریب هستیم. زمازون بخراب نکو اگنه. اونجا چی گپ نمیفهمی؟ اونا با هم جنگ میکنن. با خدا دیوانه اونا هر روز سر یک موضوع با هم جنگ میکنن. گپ نمیفهمی؟ بکشمت. او طفل در خانه ما جای نداره فهمیدی؟ اما چرا؟ چون که آدم 6 طفل داره. حالا یک دخترک دیگه به نام سمیه پیدا شده پیش خانه اونا هر روز میشینه. با خدا دیوانه باید از یک دخترک با ایشون بگیره. اما این مرد قبول نمیکنه. کوشش کردیم کمکشون کنیم اما فایده نداشت. او زن به خدا میکشمت گپ مرا بفهم. برو دیگه. سلام علیکم. علیکم سلام. کاکا من دنیز هستم. بچه‌تان شاید براتون خبر داده باشه. زنگ زده بود. بله خوش آمدی. خوش باشین. بچه تو در داخل است. زنده باشین. خدا بابارم من تداوی کنم. من بسیار مریض هستم. خلاجه تداوی کنم. بسیار مریض هستم. این طفلک من دیگه خورجان ماینه کن. خدیجه جان میشن به این کمک کنم تا دهن خدا باز کنم؟ دهن تا باز کنم. دکتر صاحب
خدیجه اونا باز جنگ دارن. که برای بگوی تو چی میکنی؟ صبر میکنم باز صبر کن. صبر تو چی میکنی؟ ازتان خواهش میکنم همراه من کمک کنین خاله. بیادر جان یک دقیقه صبر کن. الیف جان این مرد میگه که خانم ما زیاد طفل داره، ایرام نمیخوایم که فرزندی بگیرم. میگه اگه زد کنه این طفلکم میکشم، پروایش ندارم. خدیجه با او بگو که آرام باشه، این طفل ما به فرزندی میگیرم. درست است، تشویش نکنی. سلام علیکم. و علیکم السلام، خوش آمدین. خوش باشین. من خانم الیف گورل کار دارم. الیف گورل؟ اونا دکتر هستن، اینجا خدمت استاد نهال یک دکتر به نام الیف گورل هم میشناسین؟ به نام الیف گورل کسی را نمیشناسم. این نام نشنیدم. ما دیگه مراکز هم داریم، اگه میخواین شماره های تماس اونا رو براتون میتونم. درست است، بسیار زیاد خوش شدم. سلام علیکم. و علیکم سلام. استاد یک چیز میپرسیدم. مهربانی بفرمایید. من یک خانم به نام الیف گورل میپالم، او را میشناسین؟ یک دکتر است. به اینجا البته میشناسمش، بسیار خوب میشناسمش. دکتر الیف بسیار یک زن خوب است. در منطقه کیباریا یک کلینیک داریم، در اونجا دکتر است آقا. خدای هزار بار شکرت. اما پیش از اون ما باید یک جای دیگه برم. البته میتونی که بری. الیف دنیز؟ ابراهیم بیا بچه. بیبی مادرت است، استوارترین، زندیترین خانم دنیا، اما در اصل شجاعترین زن دنیا. ابراهیم بچه. دنیز بیا. دنیز این دختر ما رنا است.
hesabı var hayatım, biter mi ki bu çile? Bize karşı kördüm, bize karşı hep engel. Ne hesabı var hayatım, çare var mı bu derde? Suçu neydi baharın, karanfiller açarken? Sabret gönül sabret, küsme sakın kaderine, şükret. Her kuşun bir baharı var elbet, yeter ki sen sabret. Sabret gönül sabret, küsme sakın kaderine, şükret. Her kışın bir baharı var elbet, yeter ki sen sabret. Sabret gönül sabret, küsme sakın kaderine, şükret. Her kışın bir baharı var elbet, yeter ki sen sabret. Sabret gönül sabret, küsme sakın kaderine, şükret. Her kuşun bir baharı var elbet, yeter ki sen. من آموزگاه چوال هستم. سلام علیکم. آماده هستین؟ بریم. ما چرا عروسی نمی کنیم؟ تو تا حالا پیشنهاد کردی که من ردش کنم؟
ширкати софсавдо дороҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. Аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. Инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад.